نحوه کار با کیلومتر سمندهای مالتیپلکس و سورن پلاس به این شکله که ببینید دو تا کلید روی صف کیلومتر وجود داره. کلید سمت راست رو وقتی یه دونه رو به داخل فشار میدین بین گزینه‌های مختلف صف کیلومتر جابجا میشه. حالا به طور مثال شما میخواین که تاریخ صف کیلومتر رو ویرایش کنین. باید کلید سمت راست رو 1 تا 2 ثانیه نگه دارین و صفحه وارد ویرایش میشه. حالا با کلید سمت چپ. کلید سمت چپ حالت چرخشی داره، به راست و به چپ میچرخه. برای تنظیم شما وقتی که به راست یه دونه بچرخونین، یه دونه ببینید تاریخ روی بالا حرکت میکنه، شد 405. وقتی یه دونه سمت چپ بچرخونین دوباره رو به عقب حرکت میکنه. وقتی که سال رو تنظیم کردین همون کلید سمت چپ رو یه دونه رو به داخل فشار میدین و میاد روی ماه. ماه رو هم که تنظیم کردین یه دونه دیگه فشار میدین میاد روی روز. روز رو هم که تنظیم کردین یه دونه دیگه که فشار بدین میاد روی ساعت و یه دونه دیگه میاد روی دقیقه. وقتی که کارتون تموم شد و تنظیم کردین کلید سمت راست رو یه دونه که فشار بدین اوکی میشه. و گزینه بعدی اینجا مسافت طی شده تونه. شما کلید سمت راست رو اگه بخواین صفرش کنین بعد 2 تا 3 ثانیه نگه دارین و صفر میشه. گزینه بعدی سرعت متوسط حرکت اتومبیلتونه. برای صفر کردن این گزینه مثل روش قبلی 1 تا 2 ثانیه کلید سمت راست رو نگه میداریم و صفر میشه. گزینه بعدی زمان تعویض روغن، فیلتر روغن و فیلتر هواست. وقتی که زمانشون برسه این اعداد صفر میشه و علامت آچار اینجا نمایش داده میشه. برای تنظیم مجددش و اینکه علامت آچار دوباره خاموش بشه باید کلید سمت چپ رو به مدت 1 تا 2 ثانیه نگه دارین و وارد ویرایش میشه. هر کدومو که میخواین تنظیم کنین، مثلا الان روی روغن موتور هست، دوباره به مدت 1 تا 2 ثانیه نگه میدارین و روی اعدادی که میخواین تنظیم کنین براتون نمایش داده میشه، 5000 8000 یا 10000. به طور مثال من میخوام روی 5000 تنظیم کنم. ببینید اگه بخواید روی 8000 تنظیم کنید دوباره مثل قبلا کلیدها رو باید بچرخونید. من میخوام روی 5000 تنظیم کنم، دوباره کلید رو به مدت 1 تا 2 ثانیه نگه میدارم و تنظیم میشه. برای فیلتر روغن و فیلتر هوا هم به همین شکل.